بگین چند تا مورد از زبون خودت واسه اعتماد به نفس به خانوما بگو که اعتماد به نفسشون رو ببرن بالا. از زبون خودم. بله. یعنی اینجوری که خودم هستم. آره اون چیزی که تو استفاده میکنی. ببین من اولویتم شاد بودنه، یعنی منو بکشه آهنگ غمگین گوش نمیکنم، چی بشه تا جایی که میتونم آهنگ شاد گوش میدم، حالمو خوب میکنم. زود بیدار شدن البته برای مامانا یه ذره سخته ها، خداییش میگم، اما تا جایی که میتونن خواب رو کم کنن، اعتماد به نفس خیلی خوبی به آدم میده. ورزش کردن که خیلی خفنه، ورزش کردن، یه ذره ریلکس کردن، حالا اصلا مدیتیشن تور، آهنگ شاد گوش دادن. بعد یه چیزی بهت بگم مدریک، به نظرم این که آدما اگه بتونن حتی کوچکترین چیزی که حالشون رو خوب میکنه رو جشن بگیرن، خیلی تاثیر مثبتی داره. یه چیز خیلی کوچیکه وقتی میبینی حالتو خوب میکنه جشنش بگیر، اصلا به بقیه چیکار داره؟ حتما نباید اون اتفاق بزرگه بیفته که همین کوچیکه رو تو جشن میگیری متوجه میشی که چقدر حالت خوبه. مثلا میدونی مثل چی؟ مثلا خودم الان یه خانومی که مثلا کوچولو داره تو خونش، بچه داره، وقتی یه مهمونی میگیره، حالا خانواده همسرش خودش دوستاش میان، وقتی میتونه از پس اون مهمونی بر بیاد، شام، غذا، مرتب کردن خونه، بچه داری، یعنی فردا به خودش بگه بابا دمت گرم، خودش موفقیت، آفرین تو با این حجم از کار، بچه چجوری تونستی از پس اینا بر بیای. به نظرم خودش جشن گرفتن فوق العاده داره. یه استادم بهم میگفتش هر موقع که یه موفقیت کوچیک به دست آوردی اینجوری بزن رو شونه خودت بگو آفرین آفرین تو از پسش بر اومدی، واقعا بازم میتونی، برو جلوتر. خیلی اعتماد به نفس به آدم میده. آره وقتی جشن میگیری به خودت میگی خب من اینو تونستم، بعدی هم میتونم، هی میری لول تو بالاتر، دقیقاً اعتماد به نفست زیاد میشه. دقیقاً مرسی که میگی.